بیناکاری و هنر معماری در عصرهای 11 12 و ابتدای عصر 13. از عصرهای 11 12 و ابتدای عصر 13 بنا و مدرسه و کوشک‌های با حشمت تا زمان ما آمده رسیدند. عصرهای 11 و ابتدای عصر 13 دوره اوج بیناکاری به حساب می رفت. در این دوره برای ساختمان بیناها از خشت پخته بیشتر استفاده می کردند. بسیاری وقتها دیوارهای بنا را از خشت خام و گنبد آن را از خشت پخته می ساختند. بینای هولبوک در ختلان و ترمیز ازبکستان از جمله آن گفته هاست. فرق قلعه هولبوک در آن است که در این قلعه سیستم گرمیدهی موجود بود. یک یادگاری مشهور دیگر رباط ملیک در سر راه بخارا می باشد که دیوارهای آن 13 متر است. اکثریت مقبره های آن دوره از خشت پخته ساخته می شدند و از یکدیگر تماما فرق داشتند. مقبره سنجر ابوسعید و مقبره قرهخانیان در قرقیزستان از جمله آن یادگاری های خلق های آسیای مرکزی عصر 11 و ابتدای عصر 13 به حساب می روند. از این گونه یادگاری ها در چارکوه اسپره تاجیکستان هم موجود است. در روی ظرف ها در این دوران هر گونه عکس ها و نوشتجات های مختصر را درج می کردند.